الان بعد از این 4 ماه تظاهرات آقای دکتر خاندوزی، برادران بزرگ، دیگه اوضاع مثل شهریور نیست. دولت اون مشروعیت و اون استحکام لازم رو برای پیشبرد اصلاحات بنیادی نداره و نمیتونه هر اصلاحی رو از مردم شروع کنه. میدونید چه عرض میکنم آقای دکتر خاندوزی؟ دیگه الان بحرانی که ما دارو بوده الان گازه، پس فردا شب عید بهتون قول میدم بنزینه، یه خورده هوا گرمتر شه برقه. اصلا اتحاد شوروی سر ناکارآمدی فرو پاشید، سرنگونی اتفاق نیفتاد. یه روز صبح بیدار شدن دیدن آب تو لوله نیست، برق تو سیم نیست، تاکسی تو خیابون نیست. آقا بریم برید ببینیم یه بار دیگه اینا رو. خب الان ما میخوایم حل کنیم مسئله رو، میخوایم راه حل به آقای خاندوزی بدیم. من باورم نیست که 3 تا راه حل داره. مثلا بنزین، یکی این که ما از خارج وارد کنیم، به نظر من عملی نیست. دوم این که قیمتش رو گرون کنیم، به نظر من عملی نیست. سومی که جیره بندی کنیم، اونم عملی نیست. ما که نمیخوایم بمب زیر جمهوری اسلامی کار بندازیم. اینجوری هم نمیشه که آقای دکتر که هر 3 سال یه بار ما یه اصلاح قیمت بکنیم، 1000 نفر کششن تو خیابون، دوباره به یه تراز موقت برسیم، بعد دستگاه چاپ پول دوباره بازی عدس‌سر. الان قیمت این بطری آب 3 برابر 1 لیتر بنزینه. این تقصیر مردمه به نظر شما؟ تقصیر مردم نیست. ما به قدری رشد نقدینگیمون وحشتناکه، به نسبت سال 1388 الان سطح عمومی قیمت ها 20 برابر افزایش پیدا کرده. مواد غذایی 30 برابر. آقا 30 برابر. یعنی دهک های محروم فکر میکنم 40 برابر الان قدرت خریدشون به 1/40 کاهش پیدا کرده. شاید 2.5% سال 88. البته اصلاح دستمزد داشتیم توی این مدت که اونم باید به این اضافه کنیم. من عرضم اینه که اینجا جای مداهنه و جای تمجموج اینها نیست. اتفاقا ما بحث صریح باید بکنیم.